الان خیلیاتون دستور کتلت ماه رمضون رو میخواستین، پس بریم با هم درستش کنیم. سیب زمینی رو از قبل میپذیر و رنده میکنید، پیاز رو از قبل رنده میکنید، آبش رو میگیرید، گوشت چرخ کرده فراوون، ادویه‌اش هم زردچوبه، دارچین، زردچوبهش فراوون باشه، نمک فراوون، پاپریکا، پودر سیر و یه مقدار خیلی کم آویشن. بهش تخم مرغ اضافه میکنیم به اندازه‌ای که موادمون به حالت خمیری در بیاد، خیلی شل نشه مثل کوکو بشه. سفیده تخم مرغ رو میزنید که از حالت لختگی در بیاد. بعد کف دستتون رو عین مایه به سفیده تخم مرغ آغشته میکنید. بعد کتلت ها رو هر کدوم رو به هر اندازه و سایزی که دوست دارید برمیدارید و کاملا همه قسمتاشو به سفیده تخم مرغ آغشته میکنید. بعدم تو روغن داغ سرخش میکنید، به همین خوش رنگی در میاد. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید.